سلام. اگه شما هم توی محیطی کار میکنید که هر لحظه امکان داره یه نفر بیاد بالای سرتون و صفحه مانیتورتون دسکتاپتون رو ببینه، یا به هر حال یه آدم کنجکاو پیدا میشه که سرکی توی کامپیوتر شما بکشه، میتونید خیلی راحت و خیلی سریع با فشار دادن سه تا کلید کنترل، ویندوز و دی، بدون اینکه هیچ کدوم از نرم افزارها و مرورگرهای بازتون بسته بشه، یه دسکتاپ جدید برای خودتون ایجاد بکنید. بیاید با هم امتحان بکنیم. من الان اینجا یه نرم افزار و حالا یه مرورگر باز دارم. با فشار دادن کنترل، ویندوز و دی سریعا یه دسکتاپ جدید برای من ایجاد میشه بدون اینکه نشون بده نرم افزارهای قبلی من باز بوده. حالا چجوری به دسکتاپ های قبلی دسترسی داشته باشیم؟ با فشار دادن ویندوز تب ما میتونیم دسکتاپ های قبلی رو ببینیم و اینجا حالا نیو رو بزنیم، دسکتاپ جدید برای خودمون ایجاد بکنیم. یا اگر بخوایم بین اینا چرخش بکنیم، با فشار دادن کنترل، ویندوز و چپ و راست میتونیم به دسکتاپ های قبلی خودمون دسترسی داشته باشیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو و بتونید اون کسی رو که میخواید بپیچونید. خوشحال میشم که لایک بکنید، کامنت بذارید و شیر بکنید.